نزدیک شدن به خدا بدون ایمان خالصانه ممکن نیست. بندگان با ایمان واقعی و اطاعت از دستورات الهی به خدا نزدیک میشن. خداوند در قرآن میفرماید مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم، شکرگزار باشید و کفران نورزید. این آیه نشون میده که ارتباط با خداوند دو طرف است. اگر بنده خدا را با محبت و احترام یاد کند، خدا نیز او را دوست خواهد داشت و مورد لطف خود قرار خواهد داد. سلام به یکی دیگر ویدیوهای معجزه با قرآن خوش اومدید. امروز میخوام توی این ویدیو 7 نشانه که خداوند شما رو دوست داره رو بهتون بگم. پس لطفاً تا انتهای ویدیو همراه من باشید. محبت خداوند به بندگانش بی‌دلیل نیست. هر کس به اندازه تلاشش در مسیر بندگی ارزش پیدا می‌کند. پیامبر اکرم صلی الله می‌فرماید هر کس می‌خواهد بداند در پیشگاه خدا چه جایگاهی دارد، باید ببیند خدا در دل او چه جایگاهی دارد. یعنی اگر خدا را در دل خودتون بزرگ بدونید و به اون احترام بذارید، خدا نیز ما رو عزیز می‌داره. یکی از اولین نشانه‌های مهم محبت الهی به بندگان اینه که خداوند اونها رو به کارهایی هدایت میکنه که اون رو خوشحال میسازه. در حدیث قدسی اومده هرگاه بندم را دوست بدارم، گوش او میشوم که با او میشنود، چشم او میشوم که با او میبیند، دست او میشوم که با آن عمل میکند و پای او میشوم که با آن راه میرود. این یعنی خداوند بنده‌اش رو در مسیر نیکی‌ها همراهی میکنه و توفیق انجام کارهای پسندیده رو به اون میده. در واقع از دیگر نشانه‌های محبت الهی تبعیت از پیامبر صلی الله و اهل بیت علیه السلام. پیامبر در خطبه وداع فرمود در میان شما 2 امانت گرانبها باقی میگذارم، کتاب خدا و عترتم، تا زمانی که به این 2 تمسک جویید هرگز گمراه نخواهی شد. در قرآن هم اومده ای پیامبر بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد. محبت واقعی به خدا بدون تبعیت از پیامبر ممکن نیست. دومین راه رسیدن به عشق الهی و اینکه نشون میده که خداوند بندش رو دوست داره انجام عبادات نافله است، نمازها و دعاهای مستحبی در کنار عبادات واجب. در حدیث قدسی اومده بنده با انجام نافله ها آنقدر به من نزدیک می شود تا آنگاه که او را دوست می دارم. پس برای جلب محبت خداوند تنها عبادت کافی نیست. رفتار، نیت و برخورد ما با دیگران هم نقش مهمی داره. سومین راه شاد کردن دل مؤمنانه. پیامبر اسلام صلی الله فرمود بعد از عبادات واجب هیچ کاری نزد خداوند محبوب تر از شاد کردن دل دیگران نیست. در حدیثی دیگه اومده بهترین انسانها کسانی هستند که بیشترین نفع را به دیگران میرسانند. یعنی کمک کردن به دیگران و خوشحال کردن مؤمنان نشانه از بندگی واقعیه و اینجوری خداوند ما رو بیشتر دوست داره. 4مین نشانه پذیرش امتحانات و بلاها. سختی‌ها و بلاها آزمایش‌های الهی هستند. در روایات اومده هرچه بلا بزرگتر باشد پاداش آن نیز بزرگتر خواهد بود. و همچنین اگر خداوند گروهی را دوست بدارد آنها را با بلاها می آزماید. هر کسی راضی باشد رضایت الهی را به دست می آورد و هر کس ناراضی باشد از رحمت خدا دور می شود. پس صبر در برابر سختی ها نشانه از ایمان و نزدیکی به خداونده. 5مین نشانه فروتنی و دوری از تکبر. خداوند فروتنان و مخلصان را دوست داره. در مقابل متکبران رو نمی بخشه، چنانکه شیطان به خاطر غرورش از درگاه خداوند رانده شد. تکبر آغاز انحراف از مسیر الهیه. خداوند بندگان متواضع رو دوست داره و اونها رو می بخشه. 6مین نشانه داشتن اخلاق نیکوه. یکی از اصحاب پیامبر میگه در سکوت کنار پیامبر نشسته بودیم که کسی پرسید ای رسول خدا محبوب ترین بندگان نزد خدا چه کسانی هستند؟ پیامبر فرمود
آنهایی که بهترین اخلاق را دارند. در قرآن هم اومده خداوند نیکوکاران را دوست دارد. و در نهایت هفتمین نشانه خوردن روزی حلال. در سوره بقره اومده ای مردم از نعمتهای حلال و پاکیزه‌ای که در زمین است بخورید. پیامبر اکرم صلی الله فرمودند عبادت 1 جزء دارد و 9 جزء دیگر آن تلاش برای کسب روزی حلال است. کسی که حرام می‌خورد روحش تیره می‌شود و از عبادات باز می‌ماند، اما حلال خوری دل را پاک و پذیرای محبت خداوند می‌کند. در پایان این ویدیو خوبه به خودمون یادآوری کنیم که نزدیکی به خدا فقط در عبادت‌های ظاهری خلاصه نمیشه. محبت واقعی خدا در دلها شکل میگیره. از راههایی مثل شاد کردن دل دیگران، صبر در سختی‌ها، تواضع، اخلاق خوب، رعایت حلال و حرام و البته پیروی از پیامبر و اهل بیت علیه السلام. زندگی کوتاه‌تر از اونه که با بی‌تفاوتی نسبت به رابطمون با خدا بگذره. بیاییم از همین لحظه تصمیم بگیریم قدم‌هایی هرچند کوچیک ولی واقعی و خالصانه برای رضایت خدا برداریم. خدا هیچ وقت از بنده‌هاش دور نیست. این ما هستیم که با غفلت‌هامون فاصله گرفتیم. اما همین که بخوایم برگردیم در رحمتش همیشه به روی ما بازه. اگه این ویدیو براتون مفید بود خوشحال میشم که اون رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید مطلع بشید. ممنون میشم که این ویدیو رو با دوستان و عزیزانتون به اشتراک میذارید تا این پیام به دلهای بیشتری برسه. نظرات و تجربیاتتون هم برای من خیلی ارزشمنده. حتما توی کامنت ها برام بنویسید. با آرزوی دلهایی روشن، رزقهایی پاک و قدمهایی ثابت در مسیر ایمان. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون و دلهاتون باشید. زندگیتون سرشار از معجزه و در پناه خداوند رحمان و رحیم باشید.